دوباره سلام. به سومین گزارش از ویژه گزارش های برنامه همدلی باید نام رو بگذارم، بخاطر که دلها به همراه داره و در روزهایی که عزیزای ما متاسفانه شاهد خسارات جانی و مالی زیادی بودن، همدلای دیگر ما در بیرون از مرزها، افغانهای دیگر ما باعث بانی کارهای خیر شدن و با همت بالایی که داشتن در کنار از دوستا بودن. سومین قریه هست و همون قسمی که در گزارش قبلی اشاره کردم یک بار دیگر هم تاکید به خاطر شفافیت این روند ما مبلغ 7,000 افغانی برای هر فامیل به اساس لیستی که از طرف کمیسیون با ما داده شده بود برای 3 قریه کمک میکردیم که در قریه اول 26 فامیل ما تحت پوشش کمک نقدی خود قرار دادیم که برای هر فامیل مبلغ 7,000 افغانی پول به خدمت از اونها ارائه کردیم و قریه دوم 10 فامیل لیست داشتیم که برای از اونها مبلغ 7,000 افغانی برای از اونها تقدیم کردیم. قریه سوم قریه یوسف آباد، درست کاکا جان، 15 فامیل وجود داره که برای هر فامیل مبلغ 7,000 افغانی ما برای از اونها تقدیم میکنیم. باعث و بانی این کار خیر عزیزای ما از کشور فنلند و کشور آلمان، جوانای با همت ما که در اینجا حضور دارن، چندین جوان یک جا شدن، بعضی هم باعث و بانی کار خیر شدن و از دوستای دیگر خود مبلغ پولی جمع آوری کردن و این پول در ما قرار دادن. ما تیم 5-6 نفری که امروز همه عزیزا در کنار ما بودن، ما فقط پول ارتباطی شدیم میان اونا و عزیزای خسارت دیده. پول از اونا رو گرفتیم و برای از دوستا تقدیم کردیم تا ما هم در این کار خیر شریک باشیم و مو سهم ایمانی، وجدانی و افغانی خود در قبال هموطنان خود ادا کرده باشیم. کاکا جان، نام شما میفهمین؟ کاکا یوسف. با خاطر که قریه من فکر کنم به نام شما مسلمان، درسته؟ از زلزله برای ما بگین چند روز میشه که بالاخره درگیر این مشکلاتیم؟ زلزله روز شنبه بود. روز شنبه که زلزله شد اون قریه‌های اون طرف ما با اون زلزله که ساعت 11:30 میتونه خبر بره. من نابود شد، هر چه کشته شد بدر شد درمونه. با من از ما از خود ما خودها نصف بره ما ساعت 11:30 بیجی بیرو بودیم. ما را ما بیام بود بیرو بودیم. هم خود ما داخل بودیم. دارم بریم بسته. خدای هم خونه بریم من نجات داد خدا. دوباره ما موشی شدیم برای همون که پلاس داشتیم، هم یک پلاس داشتیم هم دو پا کردیم. همین فامیل هم یک پلاس. برادر همین بودیم که چهارشنبه زلزله دیوم شد. زلزله دیوم در نابود شد دیگه هیچ نه. با این زلزله که دیگه شد با بیام روزی که دیگه باشه. چندین زلزله شده. با 4 زلزله ما خطر من شد. همین شوی داشتیم مال داشتیم تلفن زیر مال شد زیر خاک شد. دیگه بودم مثلا خساره من 4 زلزله ما بشه. بازم برادرها با ما خدمت میکنه و خداوند موزش با آخرت بده. از دمی برادرایی که از خارج خدمت کرده داخل کرده، از این شما که برادر با ما خدمت میکنیم دمی جوانی بزی بیخور بدر میشیم، خداوند موز شما با آخرت. تشکر کاکا جان. ما کنار شما هستیم، افغانیم، از یک ملتیم، هم خونیم، مسلمانیم، از همونتر مسلمانی هم دلیم، همه مسلمان‌ها با هم برادر. شما بزرگ ما، ریش سفید ما، تاج سر ما. شما فرزند. کاکا جان، در قسمت همین خسارات چی خسارات به شما وارد شده؟ شهید دارین؟ در قریه زخمی دارین؟ نه مریض ندارم. خدا رو شکر. زخمی ندارم، خدا رو شکر. دام ازارو. بله. قریه‌ای مثل قریه کو قسمت بود، مثلا قریه نایب رفیع و خسارات از اونها زیاده. اونا خسارات زیاده. یک قریه ما قریه کوچیک هم بود، خیشام بود. اونا مقاله نوک بود. 130 نفر نوفیس داشت. 97 جنازه ذکر. از 130 نفر 97 جنازه ذکر. الحمدلله به شما شهید نداره. مواشی هم از بین چند روز مال عیال شما بالاخره مال برفت به ترتیب مال بالا برات مال خود آدم شهید چی هم برادر غازی شد. چیزی که به قسمت بود، چیزی به قسمت ما بود برفت، چیزی که نبود نرفت. شوار داخل می خیمه گذاره میکنه. شو بود دیگه چرا هوا خونو که خونه خوب عادت داره. خودی که پیتای عادت کار نداره. عادت همین دازه. خیر. به هر حال کاکا جان، ما گفتیم که بیایم خدمت شما برسیم که امی همدلی خود به شما ثابت کنیم که ما کنار شما هستیم. شما تنها نیم. شما با غم شریکی ما شدیم خونه شما بزرگوارین، تاج سرمانه و برای هر فامیل مبلغ 7,000 افغانی از طرف همون عزیزایی که قبلا گفتم همکاری شده به شما تقدیم بشه. ناگفته نباید بگذارم این که شما هم اگر میخواین در این کار خیلی سعی بشین، شماره‌ای که زیرنویس هست میتونین که به شماره با ما بتونین تا ما بتونین همون پول و کمک‌های نقدی که شما دارین ما
پلی بشیم از طریق شما به او اجزایی که خسارمند شده به اونا برسیم.
سلامت ان شاء الله بخیر سلامت سلامت ان شاء الله بخیر قربان شما بخیر باشید اشتان سیگو کجا شکر خوشین مریض چیز خونی خدا نخسته از طرف خدا مریض نمسته از طرف خدا شفا بده خب کاکا جان چند ساله هستین ممکن در 90 هم باشه 90 باشین ماشاءالله اسم گل شما چیه خاک عبدالرحمن خاک عبدالرحمن عبدالرحمن خو یعنی بنده خدا بله این خاک است چه کاکا خاک از خاکم بله از آخر چیکار میکنیم همین لقب کی گذاشته ولی شما همین لقب کی گذاشته ولی شما ما مطلب مثل میفهمیم که آخر به خاک میریم خب با اون خاطر خاک عبدالرحمن داشتیم بله از خاک آفریده شدیم با خاک پس پس میریم این تقدیر خدایی که برای ما بالاخره تعیین تکلیف شده خب کاکا جان 90 سال سن شما رو ببین 90 سال تا یاد میدی نمیتونم زلزله شده همین تا روز تاول ندیدم کاکا خب شب روز گیره میکنم که خدای تو چیکار کردی همین خونه هم خاک همین زمین با تلفات خدا ما نداره دیگه ما همه بزدر همین خاکا همه هر چی که سامین چیز داریم بزدر شد تا هیچ وقت دیگه زلزله ندیده بودیم تابال من بیادی خود 90 شد تابال دیدیم از این سال از این صبح تابالی 10 دفعه زلزله شد همین آقای میگیم مطلب دولخ میپیچن همین هم اثر ما میبره خود پینکو دیدنی ما بودیم اگه نباشه چی مسلمان طایفه که تابال من ندیدم کاکا جان چیزی که از طرف خدا بوده بالاخره راضییم به رضای خدا الحمدلله رضاییم هر چی که خدا بخواه ما برای هر دیدی ما رضاییم و شکرگزار تمام این نعمت‌های خداوند ان شاء الله شکر بکنم شب و روز شکر بکنم الحمدلله میگم شکر خدا کاکا جان همین که زلزله شد مردم ما متاسفانه آسیب دیدن ولی یک خوبی هست اینه که همون جوانای با همت تجار با همت افراد خیر با همت هم داشتین که کمک کردن کمک کردم خیر بینم یک دعای خیر هم به اونا بکنید دعا میکنم خداوند شما ساعت داشته باشه خدا خیر بده باشه کمک کنم من داشتم ملاق ما پرتای میبینیم هم خاکا بود این مسلمان ها با ما میدارد ما کجا کاکا جان از طرف جوانایی هستن به خارج یک مبلغ پول کمک کردن از اون مبلغ پول یک قسمت به شما ان شاء الله میدم و میتونین که حداقل یک گوشه کم از مشکلات شما ان شاء الله که خیر دعای خیری در عوض ان شاء الله خدا خیر بده باشه این کاکا جان خداوند فقط دعای خیر شما رو خیر باشه حرف شما پیام شما بکنید شما بگم چه دعا میکنم خدا همون مسلمانی که منار بیاورده خدای تعالی او هیچ وقت چیز نکن ناکام نکنه همین دارایی و امون از سلامت باشه آخر که مرگه هست همین دنیا همه به یک نفر آخر چیکار بکنیم ما از خاک به خاک خاک دعا بکنید کاکا جان دعا میکنم شاور قربان شما سلامت باشین خدا نگهدار شما خدا نگهدار خدا